بشتابید هموطن با آبادی کشور، بیا پیش هم کش در آغوش مادر. دی پهناور به مهدی پهناور، به مهدی پهناور، به مهدی پهناور. هنر سرزمینی هنر، سرزمینی هنر، شکوفا و قشنگ. نظام امارت اسلامی افغانستان با عنوان نظام اقتصاد محور به منظور خودکفایی و رفاه شهروندان کشور به ساخت بندهای آبگردان و مدیریت آبهای کشور متعهد بوده و در حال حاضر کار ساخت چندین بند آبی در تعداد از ولایات کشور به شدت جریان دارد. بند آب پاشدان یکی از پروژه های حیاتی و زیربنایی کشور به شمار می رود که عنقریب تغییرات مثبت و گسترده را در ولایت هرات ولسوالی کرخ به وجود خواهد آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. اسلامی امارت په ټول هیواد کې ملي او بنسټیزو پروژو ته اجمل او متحد دی. تاسو خبر لرئ د هیواد په بیلابیلو برخو کې لوی ملي پروژې روانې دي چې هغه کې د بخشاباد د بند، همدا ډول په هرات کې د پاشتان بند چې کارونه یې تر ډیره پورې سوي دي او ډیر کم کار یې پاته دی، یوازې دروازې کار یې پاته دی. کوشش دا کیږي د امکان تر حده پورې چې سږ کال وکولای سو د پاشتان بند اوبه راوګرځول سي او ضایع ولاړې نه سي. همدا ډول د هیواد په نورو بیلابیلو برخو کې هم دا لړۍ روانه ده. پروژه بند پاشتان یک پروژه عامل منفعه، یک پروژه اقتصادی، یک پروژه زیربنایی، پروژه مایه حیات برای ملت افغانستان، خصوصا مردم شریف شهر ولایت هرات. بند پاشتان به مردم هرات مایه حیات ما و شاملیم دقیقا در جای قرار گرفته که مکمل شهر هرات بتونه از نگاه آبیاری کمربند سبز شهر هرات و از نگاه تفریحی یک زمین هموار و بسیار زیبایی داره. بند آب پاشدان موقعیت 15 کیلومتری شرق شهر هرات در ولسوالی کرخ. هزینه ساخت بیش از 117 میلیون دلار می باشد که از بودجه انکشافی امارت اسلامی افغانستان تمویل می گردد. ظرفیت این بند توانایی ذخیره 54 میلیون متر مکعب آب، تولید 2 میگاوات برق و قابلیت آبیاری بیش از 13,000 هکتار زمین در اطراف بند را دارا است. بند آب پاشدان بر دریای هریرود موقعیت دارد که بعد از بند سلما دومین بند بزرگ در ولایت هرات پنداشته می شود. دریای هریرود از کوههای مرکزی افغانستان سرچشمه می گیرد و بخشی از سرحد شمال غرب افغانستان و شمال شرق ایران را تشکیل می دهد. از آنجا وارد خاک ترکمنستان می شود. بند پاشدان کاملا یک ساحه تفریحه. در پهلوی ما و شما ساحه زراعتی داریم که ما در ولسوالی کرخ، پشتون زرغون، انجیل گذره خود شهر مرکز تا جوی سلطانی شهر هرات کابیاری میکنه. بند پاشدان فضای بسیار زیبایی داره، اراضی بسیار حاصلخیزی داره، تمام اراضی از حاصلخیزه و ما و شما گفته میتونیم که در این جگاه یعنی تجارت های بزرگ و کوچک، مثلا ما و شما میتونیم به حساب میلیون ها نفر این جگاه همزمان کار بکنن. ما بند غرقه در کابل ما و شما چقدر مردم اونجا مصروف کار و بارم. اگه به فیصدی حساب کنی بند پاشدان نسبت به اراضی و هموار و در داخل شهر که قرار گرفته، بند غرقه 5% بند پاشدان شده نمیتونه. اهداف اصلی ساخت بند آب پاشدان: آبیاری حدود 50,000 جریب زمین در ولسوالی های کرخ، پشتون زرغون، انجیل و مرکز شهر هرات. کمک در قسمت توسعه و احیای فضای سبز شمال شهر هرات از طریق جوی سلطانی. همچنان کنترل سیلاب های فصلی،
ایجاد فرصتهای کاری و اشتغالزایی، تأمین مواد غذایی و رشد اقتصادی، جلوگیری از مهاجرت اهالی قریجات از ولسوالی ها به شهرها، ایجاد محیط گردشگری و تفریحی برای شهروندان ولایت هرات، تغذیه آبهای زیرزمینی و توسعه و احیای فضای سبز شمال شهر هرات گفته شده است. از مدقق تنظیم شده این شکامه به طور مستقیم بند پاشتان بالاتر از 70 یا 70 کیلومتر کانال داره که در ساحات ولسوالی کروخ، پشتون زرغون، انجیل گذره. خود مرکز کمربند جوی سلطان شهر هراتی آبیاری میکنه. 13,000 هکتار زمین به شکل مستقیمی آبیاری میکنه و ما و شما میتونیم بالاتر از چند هزار دیگه به شکل یعنی که بتونیم توانایی داشته باشیم آبیاری میکنه. 54 میلیون متر مکعب آب ذخیره میکنه. د پاشدان د بند جوړولو پروژه چې ده د دې د ډیزاین چارې په مختلفو ملکونو کې لکه په هندوستان کې او پاکستان کې ترسره شوي دي او د دې بند د پروژې کارونه په بین المللي سټنډرډونو باندې لکه د اشتو سټنډرډ، د ECI سټنډرډ، د STM سټنډرډ او همدغه رنګ د هندي سټنډرډونو د IS سټنډرډ مطابق اجرا کیږي. امارت اسلامی با داشتن پالیسی استفاده اعظمی از تولیدات داخلی و رشد صنعت و تولید در افغانستان کوشش نموده است تا در قسمت ساخت این بند بیشتر از مواد ساختمانی و تولیدات داخلی مانند سیخ گل، سمنت و دیگر مواد تولیدی از داخل افغانستان مورد استفاده قرار بگیرد. همچنان به منظور کیفیت ساخت بند پاشدان، تمامی مراحل ساخت بند توسط متخصصین و مسئولین مورد ارزیابی قرار می گیرد و همچنان کوشش گردیده است از استانداردهای جهانی که نتایج مثبت در پی داشته است مورد استفاده قرار بگیرد. د دې پروژې ټول کارونه د وزارت د انرژي او د اوبو او برېښنا وزارت د انجینري ټیم لخوا نه کنټرولیږي. ټول مواد مخکې له استفادې نه مخکې د استعمالېدو نه په لابراتوار کې ټیسټ کیږي. د دې ټول ټیسټونه کوم چې ضروري ټیسټونه دي هغه په لابراتوار کې او په ساحه کې او همدارنګه بعضې مواد که ضرورت شي په هرات کې او که په هرات کې هم نه کیږي نو په کابل کې د دې ټیسټونه ترسره کیږي. د پاشدان بند په پروژه کې هم همیشه هڅه شوې ده چې د داخلي تولیداتو څخه استفاده وشي، هغه که سیخ ګل دي او یا نور ساختماني مواد، او دا د دې باعث کیږي چې دوی خپل داخلي تولیدات حمایت شي او هغې ته نوره وده ورکړل شي. خوشبختانه در زمان امارت اسلامی ما در سایه بند پاشدان به طور 24 ساعته انجینران خارجی و داخلی کار میکردن. ما مشکلات امنیتی نداشتیم، تعدید وجود نداشته، کار به شکل نرمال جریان داره. ما در اینجا در غیر از پرسنل داخلی ما و شما از کشورهای مختلف متخصصین با خود داریم که اونام در اینجا کار میکنن. در قسمت تامین امنیت ما واقعا به خاطر رفت آمد و تامین امنیت انجینران داخلی و خارجی و خود شرکت انشالله تا فعلا ما کدام رویداد امنیتی هیچ در سایه حتی احساس زورم نکردیم تهدید امنیتی انشالله و هیچ مشکل در ساحه نداریم. بند آب پاشدان یکی از بزرگترین آرزوهای دیرینه اهالی منطقه پاشدان می باشد که با تکمیل و نهایی سازی ساخت این بند یکی از آرزوهای دیرینه مردم محل و همچنان حوزه غرب کشور برآورده خواهد شد. ما سند ما شاید که با 78 هستم. هنی بهم زندگانی هفت پشت خما به پاشدان بدیم، اگه او دیش ندیش به میجی زندگانی کردیم، به میجیگاه گفتیم از که صحبت کردیم، کشت کردیم، زحمت کشیدیم. حالا کم خدای خواست که به خیر خوشی بلکم هنی بند بسته شه به خیر که دارو شه
ما مردم دیرگمتر شیم. اگه ما پیرمرد شدیم باز به هر دل و عقل و آسام و بچام و به درد اونا بخوره. خیلی خوش هم هستیم به کار. خدا بکنه که زودتر به خیر بسته شه که ما نمعی به ما مردم بیایه ما زندگانی خوبی بکنیم. قبل از که بند بسته شه ما مردم به نام پایان بلوک کروخ یاد میشیم. ما با مشکلات های زیاد دوچار بودیم. از قبیل آب آشامیدنی و از قبیل آب زراعتی بسیار با مشکل دوچار بودیم. در موسم بهار مدت کوتاه آب مسر بود، اما بعد از بهار که به موسم تابستان میرسید آب از دریا خشک میشد از این رود پاشتان و در موسم خود بهار وقتی که آب خیلی زیاد میشد تیر شدن از رود به ما بسیار مشکل بود. مریض های دوچار میشد، نصیب میشد به بعضی افراد همین قریات همجوار ما بسیار دشوار بود از او تیر شدن یا بسیار مشکل بود. اما الحمدلله به یاری الله جل جلاله، به اراده و توفیق الله جل جلاله و به کمک و همکاری دوستان خیر کشور ما و شما این بند که اعمار گردیده ان شاء الله به امید از اینه که طوری که اعمار گردیده در آینده ها بهره بندی به زیاد بهره مند بشیم. ما خیلی خوشحاله که بند شروع شده، ما تکمیل بخیر. آب میتونیم ما هم به نوع او بیای نوع او دیم. خیلی به ما رفیعت خوبی داره این بند. امارت اسلامی افغانستان با درک عمیق از خواستها و نیازمندیهای اساسی مردم و کشور عزیز ما افغانستان با تکاپو و مساعی زیاد در تلاش کار بالای پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی در کشور می باشد تا از این طریق افغانستان و مردم آن به رفاه، ترقی و آسایش در زیر چتر نظام اسلامی دست یافته و دیگر دست نیازشان به سوی کشورهای بیگانه دراز نباشد. ما خیلی خوشیم که این بند بسته شه که ما مردم رسیده شیم از ملک‌های خارج گفتیم که پس بیاییم به بیخو به ملک خو به خاک خو کشت کار خوب بکنیم، وقت ما خوش باشه. خیلی هم خوشیم که بند بسته شه. حالا اگه از ما مهاجرت کردم هم سرا خونه زمین ها و نیو به میجگاه پرسوه همی که بند بخیر بسته شم همه میایم به سر کار کسب خوب بسته هست. همی زراعتکاری خوب، همی خاک خوب، همی سرا و خونه خوب. در زمان قبل از اعمار بند اینجا کو بود، سرکم بالتر از بود، اینجا بیابون بود دیگه. فقط گشت و گذار مالدارا بود، گشت و گذار کسانی که گله و حیوانات رو می بردن و آب عبور میکرد تیر میشد بیابان بود. حالی الحمدلله بسیاری افراد از این پایین بلوک میرم اونجا کارگری میکنم. الحمدلله عبودونی شده، الحمدلله که بند بسته شد. در آینده باز بهره مندی زیاد میشه از نگاه از که اینجا این منطقه فضای سبز ساخته میشه. ما به این پایین به کشت و زراعت خود دوباره شروع میکنیم. خیلی دشتایی بود که ناکار بود، کشت میشد. این کانال‌های کشیده شده، کانال اصلی از پشت قری ما که تیر میشه میره تا او سمت تونیون که است. کانال‌های فرعی کشیده شده در بین از این دشت‌ها این زمین‌ها همه به کشت آماده میشه. ما 76 77 سال عمرمونه و می 700 سال عمر بگو بابشه ما همه عمر خود به همی کشت کار همی پاشتون تیر کرده. شغل همی مردم همه زراعت کردیه، همه زراعت کردیه. همی چند روز کاری اوسینیه به خوب مزدوری بری برفتم. اگه به خیر بند بسته شه اوی باشه هیچ کس به جانو مثل همه میایم به خاک خوب، خونه خوب، سرا خوب، پیش خاک و مرغه ها خوب. گفتیم منطقه کشت کار خور میکنن، خدا خوشک زیاد میکنن. ما خیلی خوشیم. کار بند پاشدان هرات در حال حاضر به مراحل پایانی ساخت آن رسیده است و امید است هرچی زودتر مورد بهره برداری قرار بگیرد. همزمان کار پروژه حیاتی و اقتصادی منطقه‌ای تاپی نیز در خاک افغانستان شروع گردیده و ان شاء الله نوید دهنده خودکفایی اقتصادی و تامین و تعمیق روابط حسنه با کشورهای همسایه و جهان را می دهد. امارت اسلامی افغانستان
با درک عمیق از خواستها و نیازمندیهای اساسی مردم خیش به کار بالای پروژه های مهم اقتصادی و زیربنایی در کشور ادامه داده تا از این طریق افغانستان و مردم آن به رفاه، ترقی و آسایش در زیر چتر نظام اسلامی دست یافته و دیگر دست نیازشان به سوی کشورهای بیگانه دراز نباشد. بشتاقین هموطن با آبادی کشونیم، تعصب منفی و دوش برابر، تعصب منفی و دوش برابر.